جمال مبارز چرا زندانی شد؟ شکایت زهرا الهام از جمال مبارز و افشای رازهای پشت پرده زندگی جمال مبارز در کشور استرالیا و خداحافظی زهرا الهام از هنر موسیقی. آیا به واقعیت زهرا الهام با جمال مبارز ازدواج کرده بود؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را بزنید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. زهرا الهام یکی از هنرمندان خوش‌صدا، مشهور و محبوب در میان جوانان و هنرمندان کشور بوده است. شهرت و محبوبیت زهرا الهام برمیگردد بعد دوران ستاره افغان. زهرا الهام بعد از آن که در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع اشتراک کرد و توانست خوب بدرخشد، زهرا الهام بعد از ختم برنامه ستاره افغان هم آهنگ‌های بیشماری برای دوستداران و طرفداران صدایش سرود که مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار گرفت. زهرا الهام بعد از تحولات سیاسی در افغانستان با برادرش افغانستان را به مقصد استرالیا ترک کرد. جدیداً تصاویر زهرا الهام با جمال مبارز در صفحات مجازی دست به دست می شود که گویا این دو با هم ازدواج کردند، ولی حقیقت چیز دیگری بوده است. جمال مبارز با زهرا الهام کاملا دشمن و برخلاف می باشد. جمال مبارز چنده می شود در کشور استرالیا به دلیل نامعلوم زندانیه و به همین خاطر دیگر به کارهای هنریش نپرداخته است و زهرا الهام هم در کشور استرالیا دیر می شود دیگر آهنگ جدید نسروده است. ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این دو هنرمند خواهیم بود. زندگی خوش و آرام برای هر یک از این هنرمندان از بارگاه عزت لایزال تمنا داریم. عزیزان و دوستان خوب کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با طرفداران و علاقمندان زهرا الهام و جمال مبارز به اشتراک بگذارید. برای عضویت با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار بدهید تا ویدیوهای دیگر این کانال را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.